به نام امنیت آفرین قلب‌ها عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیزم. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون عالی باشه. با بخش دیگری از آموزش رایگان جامع تست نفوذ و باگ باونتی در خدمت شما هستیم. در جلسه هفتم از فصل سوم قصد داریم در خصوص ساب دامنه یا ساب دامین با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم. دوستان من، قبل از شروع ویدیو حتما لایک رو بزنید، خیلی مهمه، به ما انرژی میدید. برای ما کامنت بفرستید، ما خیلی کامنت های شما رو دوست داریم، مشتاقانه پاسخ میدیم. و اگر فالو نکردید حتما فالو رو بزنید، اون زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید که ویدئوی بعدی ما رو از دست ندید. خب بریم سراغ مرورگر خودمون. بله، وبسایت وان نایس لایف. و اگر این بوکمارک رو فعال نکردید، یعنی تو خالی هست، حتما این ستاره رو فعال بکنید. این نماد بوکمارک هست و وبسایت به نوار بوکمارک شما اضافه میشه که جلوی چشمتون باشه و خیلی راحت بتونید وارد این صفحه از وبسایت بشید و این آموزش های رایگان و خوب رو جلوی چشمتون و در دسترس خودتون داشته باشید. بریم فصل سوم. بله، تیم محتوا هم این رو کامل کرد. جلسه پنجم پروتکل رو داشتیم HTTP و در جلسه ششم با هم دیگه راجع به گواهی SSL صحبت کردیم. یعنی مجموع این دوتا ویدیو با هم دیگه میشه HTTPS. الان در خصوص ساب دامین یا ساب دامنه قرار هست صحبت کنیم. گفتیم وبسایت در واقع وان نایس لایف هم www. رو داره، ولی خب ما به خاطر زیبایی ظاهری و شکیل بودن و کوتاه‌تر بودن اون، این رو ریدایرکت کردیم، یعنی هدایت کردیم به نبودش. اگر کسی هم با www. وارد کرد، ریدایرکت میشه به همین دامنه اصلی. و دوستان من، www یک ساب دامنه پیشفرض هست. اینجا رو ببینید، مخفف World Wide Web هست. به معنای حالا فارسی خودمون میشه وب جهان گستر. و خب این سه تا W اینها رو برداشتن و به عنوان یک ساب دامنه پیشفرض دیفالت همراه وبسایت ها هست. حالا یکی مثل ما سلیقش میگه این وبسایت هرچی کوتاه‌تر باشه شکیل تره و مخاطب راحت تر میتونه اون رو به خاطر بسپره و بنویسه. یه وبسایتی مثل نیوسئو، اگر اینجا کلیک بکنیم میبینید www. رو قبل از حرف نیوسئو همراه خودش داره. این دیگه سلیقه‌ایه و شما هم اگر وبسایت دارید، هر جوری که سلیقتون هست و حس میکنید زیباتره، همون اوکی هست. دوستان من، اگر که ما در وبسایت خودمون بخوایم یه بخش جدیدی رو به وجود بیاریم، ولی نه داخل وبسایت خودمون، بخوایم روی وبسایت از صفر اونو ایجاد بکنیم، برای مثال چی؟ مثلا گاهن من دیدم این رو زیاد که میخوان یه وبلاگی رو برای وبسایتشون بسازن و میان از یک ساب دامین استفاده میکنن، blog.مثلا onenicelifelife.com. یا حتی بعضا من دیدم برای اینکه بخوان زبانهای مختلف رو اضافه بکنن به وبسایت، بعضیا میان از ساب دامین استفاده میکنن، مثلا en.onenicelifelife.com. زبان انگلیسی رو از وبسایتشون میبرن روی این ساب دامنه. در واقع اگر شما بخواید یک بخش جدیدی رو برای وبسایتتون به وجود بیارید، منتها نه داخل وبسایتتون، روی یه وبسایت از صفر بخواید بسازید ولی مرتبط باشه با وبسایت خودتون، از ساب دامنه ها میتونید استفاده بکنید که گفتم یکی از متداول ترین روش های اون همین قضیه بلاگ هست. یعنی نیازی نیست شما برید یه دامنه جدید
در واقع یه اسم جدید برای سایتتون انتخاب کنید. میتونید از ساب دامنه استفاده کنید که خیلی هم راحت قابل ایجاده. فقط این نکته رو در نظر داشته باشید، این آدرس الان برای خودش انگار یک وبسایت مستقله. یعنی برای گوگل، برای موتور جستجوی گوگل و سایر موتورهای جستجو این آدرس دیگه ربطی به وان نایس لایف نداره. برای خودش یه وبسایت مستقل با اعتبار مستقل خودشه. ولی همونطور که میبینید با خاطر اینکه اسم دامنه وان نایس لایف داخل اون اومده، یه جورایی در واقع اسم و رسم این وان نایس لایف روی این آدرس هم هست و یه جورایی مرتبطه. خب این خیلی ظاهر قشنگتری داره که شما اگر خواستید برای مثال وبلاگتون رو ببرید روی یک ساب دامنه، به این شکل اسم و رسم سایت اصلیتون رو هم داشته باشید. یه مثال خوب اگر بخوایم به کار ببریم همین سایت اداره مالیات هست. ببینید آدرس اصلی gov.ir یعنی همون government یا دولت، سایت دولته. اومده چیکار کرده؟ خواستن یه بخش مالیات به وجود بیارن، نرفتن یه سایت مستقل براش بزنن، اومدن از ساب دامنه استفاده کردن. tax یعنی مالیات .gov.ir. ما با نگاه کردن به این متوجه میشیم که مربوط به مالیات و زیر مجموعه سایت دولت هست و این خیلی وجه قشنگی داره استفاده از ساب دامنه. حتی اینجا هم جالبه ببینید my.tax.gov.ir یعنی از 2 تا ساب دامنه استفاده کرده. احتمالاً حساب کاربری باشه اینجا. پس ساب دامنه ها محدودیت ندارن، حتی میتونن 2 تا ساب دامنه تو همدیگه باشن. مثال اینجا رو اگر باز بکنیم و خیلی جالبه ببینید که حتی نات سکچر زده. من 3 ویدیو قبلی خاطرتون باشه دنبال همین صفحه میگشتم پیداش نکردم. نات سکچر زده و گفته ارتباط شما به این سایت ایمن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه از گواهی SSL استفاده نکرده داخل این ساب دامنه. دامنه اصلی gov.ir هست. ساب دامنه اول تکس، دوباره زیر مجموعه تکس شده TTMS 11. پس دوستان این ساختار رو نگاه بکنید. حتی اومدن نیاز داشتن یه وبسایت مستقل داشته باشن که مربوط به مالیات باشه، مربوط به دولت باشه. از 2 تا ساب دامنه مختلف استفاده کردن. این آدرس الان برای خودش یه وبسایت مستقله، ولی همونطور که میبینید این TTMS مربوط به مالیاته و مالیات هم مربوط به دولته و ساب دامنه ها یک همچین ساختاری رو دارند. به عنوان نکته پایانی به شما بگم داخل باگ بانتی و تست نفوذ هایی که انجام میدیم در حقیقت بعضی ها اینطوری مشخص میکنن، یه ستاره میزنن، یه دات میزنن onnicelife.com. یعنی چی؟ یعنی میگه داخل اسکوپ یا محدوده مجاز. ببینم محدوده مجاز رو من باید به شما داخل فصل اول گفته باشم. بله ببینید محدوده مجاز و محدوده و غیر مجاز باگ بانتی جلسه 15 فصل اول. حالا متوجه این سلسله مراتب بودن آموزش های ما میشید که ما تمام نکته ها رو سعی میکنیم به شما بگیم که در آینده که بهش برمیخورید دچار سردرگمی نشید. میگه آقا این محدوده مجاز منه، یعنی هر ساب دامینی هم شما پیدا کردی جزو محدوده مجاز منه، تست نفوذ کن. حالا بعضی این اجازه رو میدن، بعضی رو نمیدن، بستگی به برنامه‌اش داره. و داخل ساب دامنه ها معمولا آسیب پذیری های بیشتری میشه پیدا کرد، با خاطر اینکه خب دوستان من عذرخواهی میکنم ویدیو مجبور شدم قطع بکنم. این نکته بودیم فکر میکنم که داخل ساب دامنه ها باگ های امنیتی بیشتری میشه پیدا کرد، به خاطر اینکه کمتر مورد توجهن، ممکنه فراموش شده باشن، جلو چشم نیستن و هکرها
در واقع هکرهای کلاه سفید، منظورم کسایی که حوزه امنیت سفید کار میکنن، علاقه زیادی به ساب دامنه ها دارن و تا جایی که اسکوپ و یا محدوده مجاز به اونها اجازه میده سعی میکنن این ساب دامنه ها رو کشف کنن، برن روی ساب دامنه ها کار کنن، هرچی ساب دامنه بیشتر پیدا بکنن، عمیق‌تر پیدا بکنن، احتمال موفقیتشون بیشتره. ما هم در ادامه حتما از ابزارهای مختلف استفاده میکنیم، ساب دامنه ها رو به دست میاریم و خب از این بابت مورد توجه هکر هاست. دوستان اگر سوالی ابهامی هست پایین همین ویدیو بپرسید، پاسخ میدم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.